بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از نشان دادن این تیکه فیلم این منظور هست که شما رو در رابطه با زنبور درمانی که یک نوع درمان الهی هست آشنا کنم. هرچند مختصر است ولی لطفاً شما به وبلاگ زنبور درمانی در جهان مراجعه بکنید. اونجا همه اطلاعات رو گذاشتم. مطمئن باشید هر نوع بیماری که از جهت طب کلاسیک درمانش دیگه امکان نداشته باشه به وسیله زنبور عسل و طیفی از داروهای مربوط به زنبور عسل درمان میشه. و این رو اثبات کردم طی 40 سال تجربه خودم. MS رو، هر نوع سرطان رو، به تمام مراکزی که در زمینه سرطان کار میکنن، خیلی ساده، هیچ گونه کار رمالی هم نیست. سم زنبور عسل یک قدرتی داره که میتونه هر نوع سرطانی رو بهبودی ببخشه، هر نوع سرطانی رو درمان بکنه، ولی با اصول. البته هر کسی کلیشه‌ای نمیتونه سم زنبور عسل رو هر جا خواست بذاره بگه آقا درست میشه. راه داره، روش داره. بنده 40 سال، یعنی از سال 48 با آشنا شدم با جناب دکتر آصفی که اولین فردی بود تو ایران کتاب سم زنبور عسل رو و سایر تولیدات عسل رو ترجمه کرد و معرفی کرد. من به شما نشون میدم که میتونید به وسیله سم زنبور عسل تمام بیماری‌های لا علاج خودتون رو درمان کنید. این اثبات شده است. من 40 سال این کارو دارم انجام میدم، ولی نمیخوام اینو تو بوق و کرنا کنم و داد بزنم فریاد بزنم. هر کس شناخت پیدا کرد میاد به نتیجهشو هم میگیره، ولی بایستی بر این اساس تغذیه، تفکر، تحرک، تنفس، یعنی نفس کشیدن همون رو هم مثل تغذیه اهمیت بدیم. از سیگار فاصله بگیریم، از هر گونه مضراتی دودی فاصله بگیریم اگه میخوایم زندگی کنیم. خواهش میکنم به وبلاگ زنبور درمانی در جهان که مربوط به من هست وارد بشید، اون رو ببینید. بسیار سود خواهید برد. من سلامت شما رو خواهانم. از داروهای طیف منگو استفاده کنید. داروی ضد دردهای عصبی، دارویی که شما با یک نوبت که از اون دارو به سرتون، به موهاتون، به سرتون بزنید، همه ریزش‌های مو رو جلوش میگیره بلا استثنا. دیگه نمیگیم 3 ماه بعد میشه، نه، امشب که بزنید فردا صبح احساس میکنید که اصلا موهات ریزش نداره. تبلیغ هم اینجا نمیکنم. آقایونی که مایل دارن تشریف بیارن، از نزدیک مجانی اونها رو درمان میکنم تا واقف بشن حقیقت. به شماره من که 0913 553 8403 از زنگ بزنید و مشورت بگیرید. خداوند نگهدار شما. خداحافظ.